امشب تو برنده شو قراره با هم یه دزد حرفه‌ای رو شناسایی و دستگیر کنیم که هر روز داره شادی و اعتماد به نفس رو ازمون میدزده. اسم این دزد چیه؟ مقایسه. اگه از این که مدام حس میکنی از بقیه عقبی خسته شدی، آماده ای با 5 تا حرکت خفن این دزد رو ناک آوت کنی و برنده واقعی زندگی خودت بشی؟ مقایسه دزد شادی. چطور دست از مقایسه خودمون با دیگران برداریم؟ سلام به شما دوستان ارزشمندم در کانال برنده شو. حال دلتون چطوره؟ تا حالا شده بری تو این اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی دیگه عکس‌ها و استوری‌های بقیه رو ببینید و یهو حالتون گرفته بشه؟ ببینید فلانی رفته سفر لاکچری، اون یکی شغل رویاییش رو پیدا کرده، یکی دیگه رابطه عاشقانه‌ای داره یا به یه موفقیت بزرگ رسیده و شما با خودتون بگید چرا من نه؟ زندگی من چقدر معمولیه، من چقدر عقبم. این حس مقایسه کردن خودمون با دیگران مثل یه ویروس همه‌گیر مخصوصا تو دنیای امروز به جون شادی و آرامش خیلی هامون افتاده. یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه مقایسه دزد شادیه و چقدر هم درسته. امروز میخوایم درباره همین دزد نامرئی صحبت کنیم. چرا این کار رو میکنیم و مهمتر از همه چطور میتونیم دست از سر خودمون و زندگیمون برداریم و از این تله ویرانگر خلاص بشیم؟ پس اگر میخواید شادیتون رو پس بگیرید با من همراه باشید. چرا اصلا خودمون رو مقایسه میکنیم؟ یه بخشیش طبیعیه. ما موجودات اجتماعی هستیم و برای سنجش خودمون به محیط اطراف نگاه میکنیم. اما مشکل از جایی شروع میشه که این مقایسه دائمی، ناعادلانه و مخرب میشه. ما معمولاً ظاهر خوش آب و رنگ و بهترین لحظات زندگی دیگران که تو شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته میشه رو با پشت صحنه و تمام مشکلات و کمبودهای زندگی خودمون مقایسه میکنیم. این مثل مقایسه کردن سیب با پرتقال هم نیست. مثل مقایسه کردن یه فیلم سینمایی ادیت شده با یه مستند خام و بدون سانسوره. نتیجه این مقایسه ناعادلانه چیه؟ کاهش شدید اعتماد به نفس و احساس بی‌ارزشی، ایجاد حسادت، رنجش و نارضایتی دائمی از زندگی خودمون، از دست دادن تمرکز روی مسیر و اهداف خودمون چون حواسمون به زندگی بقیه است، احساس عقب ماندگی و اضطراب، گاهی حتی منجر به تقلید کورکورانه و از دست دادن اصالت خودمون میشه. این مقایسه مثل یه سم آروم آروم حال خوب و انگیزه ما رو از بین میبره. خب حالا چی کار کنیم که این دوز رو از زندگیمون بیرون کنیم؟ چند تا راهکار عملی و مؤثر وجود داره. آگاهی و موجگیری. چراغ قوه رو روشن کن. اولین قدم اینه که اصلاً بفهمیم کی و کجا داریم این کار رو میکنیم. چطوری؟ هر وقت حس کردی حالت بد شد یا احساس حسادت و بی‌ارزشی کردی، یه لحظه مکث کن. از خودت بپرس آیا الان داشتم خودم رو با کسی مقایسه می کردم؟ فقط همین آگاه شدن قدرت اون الگوی ناخودآگاه رو کم میکنه. مثل اینکه چراغ قوه مندازی روی دزده. چرا مهمه؟ چون تا مشکل رو نبینی نمیتونی حلش کنی. آگاهی اولین قدم تغییره. مدیریت ورودی ها. فیلتر رو قوی کن. ما دائما در معرض اطلاعات و تصاویر زندگی دیگران هستیم. مخصوصا تو فضای مجازی
باید این ورودی ها رو مدیریت کنی. چطوری؟ استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو آگاهانه کم کن. اون پیج ها یا افرادی که دیدن پست هاشون همیشه حالتو بد میکنه و حس مقایسه رو در تو فعال میکنه رو آنفالو کن. رو در وایسی رو بذار کنار. سلامت روانت مهمتره. سعی کن دنبال محتواهایی باشی که بهت انگیزه و حس خوب میدن، نه حس ناکافی بودن. چرا مهمه؟ چون کمتر دیدن محرک ها، کمتر فعال شدن حس مقایسه رو به دنبال داره. داری منبع اصلی سم رو محدود میکنی. تمرکز بر داشته ها و شکرگزاری. گنج خودت رو ببین. به جای اینکه ببینی بقیه چی دارن و تو نداری، تمرکزت رو بذار روی چیزهایی که خودت داری. چطوری؟ هر روز، مخصوصا وقتی وسوسه مقایسه میاد سراغت، چند دقیقه وقت بذار و آگاهانه به نعمت‌ها، توانایی‌ها، موفقیت‌ها، هر چند کوچیک، و آدم‌های خوب زندگی خودت فکر کن و شکرگزاری کن. میتونی بنویسیشون. چرا مهمه؟ شکرگزاری زاویه دید ما رو از کمبود به فراوانی تغییر میده و به همون یادآوری میکنه که زندگی خودمون هم پر از چیزهای ارزشمنده. مقایسه خودت با دیروز خودت، مسابقه با خودت. تنها مقایسه سالم و سازنده مقایسه کردن امروز خودت با گذشته خودته. چطوری؟ به جای اینکه ببینی فلانی چقدر پیشرفت کرده، ببین خودت نسبت به ماه پیش، سال پیش چقدر رشد کردی. چه مهارت جدیدی یاد گرفتی؟ چه عادت بدی رو ترک کردی؟ چه قدمی به سمت اهدافت برداشتی؟ پیشرفت‌های خودت رو ثبت کن و جشن بگیر. چرا مهمه؟ چون این مقایسه بهت انگیزه واقعی برای رشد میده. تمرکزت رو روی مسیر خودت نگه میداره و دستاوردهای خودت رو برات ارزشمند میکنه. جشن گرفتن موفقیت دیگران، از حسادت به تحسین. سعی کن به جای حسادت موفقیت دیگران رو تحسین کنی و حتی ازشون یاد بگیری. چطوری؟ وقتی موفقیت کسی رو میبینی، آگاهانه سعی کن براش خوشحال باشی، حتی اگه اولش سخت باشه. به خودت بگو چه عالی که به اینجا رسیده، چه تلاشی کرده، شاید منم بتونم از مسیرش ایده بگیرم. این تغییر نگاه انرژی منفی حسادت رو به انرژی مثبت تحسین و الهام تبدیل میکنه. چرا مهمه؟ چون دنیا پر از فراوانیه و موفقیت دیگران چیزی از موفقیت شما کم نمیکنه. این نگاه حال خودت رو بهتر میکنه و روابطت رو هم سالمتر نگه میداره. دوستان عزیزم، زندگی یه مسابقه با دیگران نیست. یه سفر منحصر به فرد برای هر کدوم از ماست. هر کسی مسیر، سرعت، چالش‌ها و استعدادهای خودش رو داره. مقایسه کردن خودمون با دیگران مثل اینه که یه ماهی رو با یه پرنده مقایسه کنیم. بی‌معنی و آزاردهنده است. بیایید از امروز تمرین کنیم که کمتر به باغچه همسایه نگاه کنیم و بیشتر به گل‌های باغچه خودمون برسیم. شادی و رضایت واقعی در پذیرش خودمون و تمرکز روی مسیر رشد منحصر به فرد خودمونه. شما بیشتر در چه زمینه‌های خودتون رو با دیگران مقایسه می‌کنید و کدوم یکی از این راهکارها رو فکر می‌کنید بیشتر بهتون کمک می‌کنه؟ تجربیات و نظراتتون رو حتما تو کامنت ها بنویسید. اگه فکر می‌کنید این ویدیو میتونه به دوستاتون هم کمک کنه تا از شر دزد شادی خلاص بشن، لطفاً لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنون که همراه بودید. روی مسیر خودتون تمرکز کنید و بدرخشید.